سلام هموطنان عزیز، خدا کنه همتان جور و صحتمند و سرحال باشید. خوش آمدید به یک بلاگ دیگر. من در این بلاگ عزیزای دل میخوایم یک افغانمان را و روی تصویر براتان بکشم که اینجا دکان برگر فروشی داره و نوای سمبوسه و بولانی و چیزاست. میریم با خود برادر ما صحبت میکنیم. سلام علیکم لالا جان. سلام علیکم ادر. چه گپ است؟ شما خوب زنده باشی، بخیر باشی، سلامت باشی. باشی. ببیننده عزیز خدا معرفی کنی. شنده اسم نصیر احمد. ببخشید که مزاحم کارتان هم شدیم. اینجا چی چیزا دارن برادر عزیز؟ چبلی کباب داریم، سمبوسه داشی داریم، سمبوسه گوشت مرغ کچولو مکس داریم، بولانی داریم، برگر داریم. برگرایتان اگر بگید چی موانش میندازن؟ برگرها رو یعنی تخم مندازیم، گوشت مرغ مندازیم. بعضی چبلی کباب میخواد چبلی کباب مندازیم، بعضی گوشت مرغ میخواد گوشت مرغ مندازیم. هر چیزی که مشتری بخواد. عزیزای دل، قسمتی که شما در تصویر میبینین برادر ما نصیر جان عالی داره در صاحب. قسمتی که شما در تصویر میبینین سمبوسای داشی که خودشان گفته این سمبوسای داشی است. این جان مندال است که مابینش چکن و دیگه چیز استفاده شده. مابین چیز چکن رول، جرمن رول است، گوشت مرغ است، سمبوسای داشی است، سمبوسه گوشت مرغ کچولو مکس است، دیگه بولانی است. یعنی قسمتی که شما در تصویر میبینین بولانی است. بسیار بولانی های مزه‌دار. این بولانی ها را که بخورین به یاد از اون وطن مفتین. این قسمتی که شما میبینین چبلی کباب انداختم، ماینیس است، تخم است، دیگه چپس است و این مساله و نمکش هم زده میشه. عزیزای دل که میخواه از این برگرهای مزه‌دار و همه تو واقعیت مزه داره، لذت داره، بیاین در سایه بوگل پیش کاکا نصیر و از این برگرها لذت ببرین. وطندارای ما که در جای مختلف دیگر می باشه در سایه بوگل یک دفعه این برگر را تست کنن. بسیار یک برگر مزه دار است. این قسمت که شما میبینین چبلی کباب هم نوای مختلف چبلی کباب پخته میکنه و از نگاه صفایی و پاکی ببینین روغنش بسیار شفاف است، پاک است. دیگه عزیزایی که میخواه چبلی کباب و دیگه از این کاکا نصیر های سمبوسه های چیز هم داری؟ سمبوسه گوشت مرغ کچولو مکس است. دو رقم سمبوسه داریم. یکی سمبوسه تندوری است، یک سمبوسه یا سمت. اینا سعی کنین عزیزای دل به چی برگر ماینش را سعی کنین کم دلتان و میشه. عزیزای دل قسمت شما را تصویر میبینین چبلی کباب های خرد که از و برگر پخته میشه و چبلی کبابی که واقعیت چبلی کباب نفر بخواه خوراک کیس و چبلی کباب ها دو دانه است و هم سیستم افغانستان کلان چبلی کباب است. ببینن واقعیت یک برنامه با ما است. یک چند از تصویر ببیننده و عزیزای دل قسمت که شما در تصویر میبینین اول ورق برگر میمانه. کسایی که میخواه علاقمند برگر باشه که و برگر جو کنه دینی نوه اول دو تا نان میمانه و انا یک چند تصویر از ساختن برگر ببینید و بیننده برنامه باشید.
وطندارای عزیز، این بود برنامه ما در سایه بوگل با یکی از افغان ما به نام کاکا نصیر. اگر میخواید از این برنامه های جالب و دیدنی ببینید، لطفا چینل سنگر را فالو لایک از یادتان نره. مترجان شوخه کم در فالویم است، بسیار شوخ شده دیگه. وقتتان خوش، تا برنامه دیگر، با درود.